odamای نهضت اسلام آیا برده همون سکلات با محکم کردن و بعد یکدان ساعت با اومدن و با براوردن همون کوه قطی برده یک غار بود سیل بریدگی غار همون برده قطار مانده ما 7 کس بودیم پروندن 3 کس همون غار با افتید مرد 30 متر غار بعد ما زدن چیکار کردن که ما همه وای کرده رفتم غار با افتیده رفتم سونی پایان با اکو یک چیزا گور کرده ای بودن ده همه خیلی خاک توپ بود هم بالا خاک با افتیدم یکمان جام در نگیرم بعد من پروندن دستی چپا من تیر رسیدگی اینجا رسید اینجا برامد بعد اونجا سراخی ها بود همون سراخی بود درآمده رفتیم 1 ساعت بعد می بولدوزر اومد هم بالا ما خاک تلا کرد یک 15 مرتبه خاک پرتافت بعد همون قد جیم شده رفت شعبه جراحی به جا کردن اونجا بعد اپراسیون کرده دست گیپس کردن سونسون کردن همونجا یک پلاته 8 کس بودیم از همه 8 کس 4 کس از 5 بود یک تاشه از پایش تیر رسیده بود یک تاشه از دهنش و اتومات مونده پروندگی بود 4 تا دندانش اینجا سوراخ بود